که الله مهربان گفته است که انفق ینفق بته میتمد. ما با سخن الله مهربان که میریم در سرخان منابی الحمدلله رب العالمین. الله مهربان که وعده کرده است ما که اجرا میکنیم نتیجه شدیده است. برای همه این نعمت دین ای برادران، نعمت اسلام ای، ایرا باید هیچ وقت از ذهنهاتون دور نکنید. هیچ وقت همیشه برادر عزیز برای مسلمان بودنتون، برای ایماندار بودنتون شکرگزاری کنید. که از عالمای خیلی بزرگ و شیخ خیلی کلان عربستان وقتی پرسیدن یک سوال عجیب دادن. گفتن حضرت ما یک آدم میدونیم که دایم تسبیح در دستش بود، یگان نماز جماعت ترک کردگی نبود، لیکن در اخیر ما آدم به ایمان رفت. حضرت دو علت چه نمیدونید؟ شما عالمین، شما مقصد تمام از حدیث های پیامبر واقعی دارید، همین چی سبب باشه؟ شیخ هم بسیار جواب زیبا گفت بچم گفت این از دو جهت میشود. یکم همون آدمی که در اخیر به ایمان رفت سببش همینه. یکم برای در ایمان و اسلام باقی ماندنش از خداوند یاردن طلب نکرد، نگو خدایا همین نعمتی که بر من داده. ببین پیامبر در پیش حضرت پیش ابو طالب دا امکشتا نشسته و زاره و اوچش میکرد، دوستش میداشت، از نعمت هدایت محروم شد. گو ما بدین همون مقصد بابام گفت عبدالمطلب قدیق در شد. شیخ گفت که یکم برای در همین ایمان اسلام ماندن از الله یاردن طلب کرد. گفت خدای مهربان اگه نعمت داده این برزانی مفت داده یا خدای مهربان امیره نه، الله مهربان همراه هم نگاه بود، الله مهربان همراه هم تا خانه قبر و تا روز قیامت بود. از ما همین را جدا نکن، یکم یاردن طلب کن و دوم والله الان در ذهنم بیاید با برای شما میگم مقصد دو چیز همی شیخ برای باقی ماندن همین ایمان در ما و شما مصلحت داد. دوم شگفت شکرگزاری کن که الله مهربان همین نعمت برای تو داده. یکم یاردن طلب کن که خدایا همین ایمان در من بیسته. دوم برای نعمت شکرگزاری کن.